تصنیف مهربانی در آواز بیات ترک از میرزا حبیب سما حضور. میرزا حبیب معروف به حبیب سنتوری در اواخر دوره قاجاریه زندگی میکرد. تنبک رو نزد میرزا غلام حسین خان پدر خودش فرا گرفت که مشهور بود به آقا جان سنتوری و از اساتید سنتور زمان خودش بود. او از جوانی با آقا محمد صادق خان سرورالملک که از نوازندگان سنتور بسیار شهیر بود هم نوازی تنبک انجام میداد و مطمئناً نزد ایشون سنتور رو هم یاد گرفته. او مسلط به ضربی خوانی بود، چون در دوران قدیم ضرب نوازها همیشه تصنیف ها یا کار و عمل هایی رو که رایج بود رو همراه با تنبک اجرا می‌کردن و تحصیلایی داشتند که همراه با تنبک به اجرای قطعات می‌پرداختند. از شاگردان میرزا حبیب در ضرب میتونیم از آقا جان دوم، همچنین حاجی خان و آقا تقی نسقچی باشی نام ببریم. پسران میرزا حبیب یکی حبیب سمایی است و دیگری محبوب و محب، که حبیب و محبوب هنر رو نزد استاد یعنی پدر یاد گرفتن و حبیب به عنوان نوازنده شهیر سنتور در دوره خودش بعد از پدر معروف است. میرزا حبیب از درویشان نعمت اللهی بود و معتقد بود که موسیقی راهی است برای رسیدن به خدا و از این طریق به مکاشفات می پرداخت و معروف است که با وضو همیشه ساز می زد و به خلسه‌ای می رفت که دوربریای خودش رو نمی دید یا نمی شنید و در حال خودش بود با راز و نیاز به خدا. در دوران احمد شاه ایشون فوت شدند و این قطعه از آثار ایشونی که در ردیف‌های آوازی مخصوصاً اجرا میشه به عنوان گوشه مهربانی. و این بیات ترکی که انتخاب کردیم بیات ترکی 2 هست، توش 30 کرون داریم. در سیم زرد، سیم دوم به اجرا میپردازیم. بیات ترکی 2 از متعلقات شور لابه حساب میاد. قطعه رو با نوت لا شروع میکنیم، میگیم لا 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 سول لا سی لا. دوم یه دوره ری دو ری دو. اینجا هم میتونیم به صورت کنده کاری این کار رو انجام بدیم، هم به صورت پژواک و هم به صورت یک اشاره تنها. نوع اشاره میگیم ری دو رم دو. نوع دوم به صورت پژواک ری دو رم، بعدش دور ری دو ریم دور دو سی. و نوع سوم که با کندکاری هست ری دو ریم، اینجا میکنیم ری دو ریم دور دو سی دو. تکرار میشه لا 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 سول لا سی دو ری دو ریم دور دو سی دو ری دو ریم دور دو سی دو سی دو سی سی ری سی دو ری دو ریم دور دو سی. اینا 2 1 2 1 میرن بالا. دو سی دو سی سی دو. انگشت دوم میاد رو می، میگیم می 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 فرم ری دو ریم دور دو سی دو. تکرار میشه می 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 فرم ری دو ریم دور دو سی دو. لا 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 سول لا سی دو ری دو ریم دور دو سی دو ری دو ریم دور دو سی دو سی دو سی سی ری سی دو ری دو ریم دور دو سی.
سید سیلام. با مترونوم این قطعه رو با سرعت 70 میخوایم اجرا کنیم. در توضیح ریتم این قطعه باید بگیم که 3/4 هست. برخی این تصنیف و از سری این قطعات رو به عنوان 6/4 سنگین یا 6/8 سنگین میشناسن که اونها در نظر میگیرن جمله به حریم خل این میشود یک مجموعه که البته به عنوان 2 ضربی در نظرش میگیرن، 2 ضربی که هر ضربش 3 تا از این ضرب ها رو شامل میشه و جمله رو به این شکل میبینن. به نظر من حالت ساده در نظر گرفتن این و 3/4 در نظر گرفتن این با توجه به اقسام بندی قطعه به حریم خلوت خود، هر کدوم از اینها میشه یک میزان و 3/4 در نظرش میگیریم.